لوکانو L7 امروز اینجاست. لوکانو یعنی چی؟ یعنی لاکچری کاچیاتور نوولتی. این مجموعه یعنی چی؟ یعنی رزماور لوکس نوآور. لوکانو L7 امروز دست ماست. قراره یه ذره تستش بکنیم ببینیم چه جور ماشینیه. لوکانو یک طراحی جعبه‌ایه به اصطلاح که یکی از ترندهای روز دنیاست برای کراس‌آورها و البته بعضی از SUV ها. این طراحی جعبه‌ای علاوه بر اینکه خیلی زیبایی خاصی داره و یک ابهت ویژه‌ای به ماشین میده، باعث میشه که ابعاد ماشین خیلی بهینه باشه و طراحا بتونن به راحتی توش اون چیزایی که میخوان رو در بیارن. همینطور در نظر داشته باشید این ظاهری که به نظر خیلی شبیه خودروهای گروه رنج روور میاد کاملا درست و طبیعیه. چرا؟ چون از یک خانواده هستن. یکی از چیزایی که توی لوکانو برای ماهایی که خیلی علاقه به چراغ تو سپر نداریم میتونه جذاب باشه اینه که سبک طراحی چراغ یه جوریه انگار چراغ اصلی اینجاست، ولی در واقع این زیبایی که اینجا میبینید دیلایته و چراغ اصلی اینجا اومده توی سپر و توی جایگاهی که اصلا آزاردهنده نیست و توی طراحی خیلی توی ذوق نمیزنه. تو طراحی عقب هم المان‌های مربوط به طراحی جلوی ماشین کاملا رعایت شده. این تیکه های مربعی و مستطیلی شکل توی چراغ عقب مشابه دیلایت جلو هست. اون طراحی جعبه‌ای رو کاملا داریم، در عین حال که طراحی عقب کاملا ساده و اصطلاحاً مینیماله اما جذابیت و اون ابهت و وجهه خودش رو هم داره. 1.6 توربو جی دی آی 197 اسب بخار قدرت. بله موتور آشناییه، ما این مشابه موتور رو توی کشورمون روی ماشین‌های مختلف زیاد می‌بینیم، اما موتور بسیار خوبیه و جواب خودش رو داده. یک گیربکس 7 سرعته دبل کلاچ ساخته گترک روی این ماشین هست که جوابدهی بسیار خوبی هم داره. توی تستایی که حالا انجام دادیم و حالا می‌بینید عکس‌العمل قابل قبولی داره گیربکس. توی طراحی داخلی هم همون المان‌های مستطیل شکل و خطوط افقی و اینجور موارد کاملا دیده میشه. شما در طراحی دریچه‌های هوا رو دارید که به نظر من طراحی واقعا شکلی داره و به شکل عمودیه. بقیه دریچه‌های هوا هم اینجا توی این قسمت و افقیه. یه بافت جالب توجه اینجا داریم که حالا سافت تاچ هم هست و چرم مصنوعی این رو هم همینطور. و الباقی ماجرای مانیتور 14.7 اینچی این وسط و یک مانیتور 10.25 اینچی هم اینجا. سلیقه من شخصا شاید نباشه، ولی واقعیت اینه که نسل جدید داره با این طراحی ارتباط برقرار میکنه و آینده متعلق به نسل جدیده و شاید در آینده ما بیشتر ماشین ها رو با این ترکیب ببینیم. فرمون یه طراحی دیکات داره که الان روی بیشتر ماشینا داریم میبینیم. تاچ بسیار خوبی داره این فرمون، کاملا تو دست، خوش دسته. اندازش برای از نظر من اندازه به نسبت مناسبیه. توی مانورهای شهری اذیتتون نمیکنه. تجربه رانندگی لوکانو روی حالت نرمال خودش میتونم بگم که یک خودروی حالا کراس‌آور تقریبا بزرگ اما نرم و تو دست رو داریم توی شهر، با وجود اینکه یک خودرویی که سوال بزرگ بودن رو به شما القا میکنه اول که طرحش رو میبینید، اما توی مانورهای شهری به نسبت توی دسته. در عین حال که یک کراس‌آور هست شما رانندگی نرمی رو باهاش تجربه میکنید، خیلی خسته کننده نیست. صندلی ها به نسبت رقبای خودش صندلی های راحتیه. در شرایط نرمال خودش هم واکنش خوبی، حالا واکنش قابل قبولی به پدال گاز داره و موتور 197 اسب بخاری کار رو در میاره. حالا میخوایم یه تجربه بکنیم ببینیم روی مود اسپورت اگه بریم چه اتفاقی میفته. یه ذره هم خیابون خلوت‌تر بشه، یه افتن هم پشت سرمون داره چراغ میده. خوب
اینجا که توربو اومد وارد مدار بشه یه ذره ترافیک شد، ولی عملا کاملا جواب کار رو به شما میده. واکنش خوبی هم به پدال گاز داره روی این حالت. دنده ها هم همونطور که دیدید دیرتر داره عوض میکنه و ماشین دور بالاتری میگیره. اینی که دیدید الان آلارم داشت میداد سیستم هشدار از برخورد جلو بود. خب این ماشین 19 تا رادار و سنسور داره که در مجموع این 19 تا رادار و سنسور در واقع سیستم ایداس یا همون خودران سطح 2.5 رو به شما میده که توی منوهاش، منوی کمک راننده اگه برید میتونید اینها رو بعضیاشو خاموش روشن بکنید یا عرضم به حضورتون که حساسیتش رو کم و زیاد بکنید، شدتش رو کم و زیاد بکنید. خروج عملکرد، یادآوری خروج از عملکرد مسیریابی هوشمند رو داره، سیستم هشدار خروج رو داره، هشدار برخورد از جلو و البته عقب رو داره، ترمز اضطراری خودکار رو داره، ترمز اضطراری جانبی معکوس رو داره، یعنی کاری میکنه که ماشین از بغل خیلی شیب نگیره، سیستم اضطراری حرکت بین خط رو داره، هشدار باز شدن در رو داره، سیستم تشخیص نقاط کور رو داره، هشدار برخورد از پشت رو که خدمتتون عرض کردم و آلارم سیستم نظارت بر راننده که اینجاست. این چیزی که اینجا هست در واقع دوربینیه که داره منو چک میکنه. اگر من توجهم به جلو نباشه یا خواب آلود باشم شروع میکنه به آلارم دادن. مدل رانندگی توی لوکانو از طریق این موس پیچی که اینجا هست کاملا به راحتی قابل انتخابه. میتونید مود اسپورت، برف، حالت برف، گلولای، حالت گلبلای، شنوماسه، حالت شنوماسه، آفرود، حالت آفرود، اقتصادی حالت اقتصادی و البته نرمال رو حالت انتخاب نرمال. کنید. لوکانو L7 یک ماشین AWD یعنی چی؟ یعنی All Wheel Drive. All Wheel Drive یعنی اینکه خود این ماشین مدیریت میکنه که از محور جلو که از محور عقب و به چه ترکیبی استفاده بکنه. ماشین All Wheel Drive با وجود اینکه دو محوره و میتونه یه سری مسیرهای سخت رو بره، اما مثل آچار فرانسه میمونه. ببینید آچار فرانسه تو خونه، تو جعبه ابزارهای معمول، تو ماشین و اینا برای هممون هست، خیلی هم ازش استفاده میکنیم، ولی اصلا به درد کارهای حرفه‌ای و سنگین نمیخوره، چون یه ذره بهش فشار بیاری از کالیبره خارج میشه و آسیب میبینه. ماشین آل ویل درایو هم همینطوره، میتونه یه سری مسیرهای سخت رو شما رو ببره و از یه سری مسیرهای سخت بر بیاد، ولی به درد کار حرفه‌ای و آفرود سنگین اصلا نمیخوره. خلاصه با یه ماشین AWD میتونید یه مسیر خارج جاده بیاین، مثل چی؟ مثل اینجا، ولی یه مسیری مثل اونجا اصلا